دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز برخلاف بسیاری از روزها احتمالاً شما تصویر من رو ندارید، احتمالاً که نه قطعاً شما تصویر من رو ندارید، شنوای صدای من هستید. حالا دلیلش رو تا ثانیه‌های آینده خدمتتون عرض میکنم. دلیل اینکه صدای من رو امروز میشنوید اینه که باشگاه داماش تصمیم گرفته در یک حرکت یهویی بازی رو پخش نکنه. یعنی چیزی که به ما اعلام کردن اینه که هیچ رسانه‌ای قرار نیست که امروز بازی رو پخش کنه. ممکنه که به صورت نصف و نیمه از یکی از پیج‌های باشگاه بازی امروز پخش بشه یا نشه. این خودش تا همین لحظه‌ای که الان من در خدمتتون هستم در حالی از ابهامه. به هر حال ما سعی می‌کنیم که به صورت صوتی با استادیوم عضدی رشت ارتباط برقرار کنیم و بازی رو بتونیم توسط گزارشگری که توی استادیوم هست به صورت صوتی خدمتتون پخش کنیم که حداقل دوستانی که استادیوم نیستن یا به هیچ رسانه دیگه‌ای دسترسی ندارن حداقل بتونن شنوای این بازی باشن، در جریان این بازی قرار بگیرن. از طرفی هم ما خودمون بتونیم به هر حال طبق اون قولی که دادیم آرشیو یوتیوبمون رو کامل نگه داریم. حالا همکاران اگر صدای من رو میشنون لطفاً بگن که کیفیت صدای من به چه نحویه. دوست گزارشگرمونم به محض اینکه بازی شروع بشه با من تماس میگیره که ما بتونیم بازی رو خدمت شما پخش کنیم. حالا قبل از اینکه این تماس بخواد برقرار بشه، ترکیب بازی هم که اومده حتما توی شبکه‌های اجتماعی وارش اسپورت نظیر اینستاگرام و کانال تلگرام ما حتما ترکیب رو مشاهده کردید. من یک طور دیگه هم ترکیب رو خدمتتون میخونم. سعید ابراهیم پور، سعید دلاور، سعید طالبی، سجاد قلی بیگی، محمد رستمی، رضا پورمهدی، سپهر سیمانپور، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی و آرمان لطف خدا، پژمان نژاد 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. باز هم جا داره یک طور دیگه بگم که به خاطر تصمیمی که باشگاه داماش گرفته متاسفانه ما بازی امروز رو به صورت تصویری نمیتونیم براتون پخش کنیم و به خاطر حالا اون رسالت رسانه‌ای که داریم سعی کردیم که به هر حال به صورت صوتی حداقل در خدمت شما باشیم. بازی اگر روال عادی خودش رو بخواد پیش ببره از 1-2 دقیقه آینده با شروع بشه و به محض اینکه بازی شروع بشه حتما ما هم با گزارش این بازی در خدمت شما خواهیم بود و بازی رو براتون پخش خواهیم کرد. خب گویا بازی هم همین الان داره شروع میشه. ارتباطمون با گزارشگر خوبمون محمد آبکار در استادیوم شهید عضدی رشت برقرار شده. محمد جان صدای تو رو مخاطبمون میشنون. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما یکایک شنوندگان عزیز و محترم. صدای ما از استادیوم پیر عضدی رشت میشنوید، جایی که داماش میزبان نفت و گاز گشتارانه. بازی که بسیار حساس و اگر بخوام یه مقدار توصیف کنم استادیوم کیف تا کیف پر شده و حدوداً 7000 هوادار اومدن تا شاهد موفقیت تیم داماش باشن. من ترکیب دو تیم رو خدمتتون عرض میکنم. در تیم داماش سعید ابراهیم پور در درون دروازه قرار گرفته، سعید دلاور، سعید طالبی، سجاد قلی بیگی، محمد رستمی، رضا پورمهدی، امیر محمد سیمانپور، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی، آرمان لطف خدا و پژمان نژاد یا زمرد منتخب آقای نظر محمدی رو تشکیل میدن و در اون سمت میدان شاگردان پیروز قربانی با ترکیب وحید اصغرزاده، امین رضایی قلعه، رضا خانی، علی نبیزاده، امیر محمد منصف، میلاد باقری، علی قربانخانی، مهدی کربلایی، محمد حسین باباگلی، ساسان جعفری و رشید کارگری پای به میدان گذاشتن. بازی که با رأس ساعت 18:30 آغاز بشه. داماشا در سمت چپ زمین قرار گرفتن،
درست در نقطه‌ای که دروازه تیم گشتاران پشت به جایگاه تیفوسیا از سیل عظیم هوادارهای داماش قرار داد و امیدواریم که در همین نیمه اول داماش بتونن توسط فشاری که از پشت دروازه این تیم حریف ایجاد میشه بازی رو یه جورایی به سود خودشون به پایان برسونن و در پایان این بازی 3 امتیاز به حساب تیم داماش وارد بشه. ما مثل شما منتظر هستیم که سوت بازی رو بزنن. ساعت 18:33 بله سوت آغاز بازی هم زده میشه. بازی در دست بازیکن تیم داماش سجاد قلی بیگی به سمت چپ میبره و ظاهرا باز هم بازی استاپی کرده و دلیل این که بازی ها باید دقیقا به طور همزمان آغاز بشه حالا باز هم سوت آغاز بازی رو میدن. حالا دیگه رسما بازی شروع میشه. آرمان لطف خدا در سمت چپ زمین صاحب توپ حسین ابراهیمی ارسال بلند رو انجام میده. یه سمت خطرناک سعید طالبی یه بار دیگه میرفت که در همین دقیقه یکم بازی داماش صاحب گل بشن. ارسال خطرناکی رو که از سمت چپ زمین سجاد قلبگی انجام داد و سعید طالبی اونجا درگیر شد با وحید اصغرزاده چنگربان تیم نفت و گاز گشتارانیا با پیرانهای یک دست در رنگ پای به میدان گذاشتن و داماش هم که همیشه آبی موشن و پیرانهای آبی یک دست خودشون رو پوشیدن. وحید اصغرزاده نقش زمین شده ظاهرا اونجا احساس مسئولیت کرد و باید ببینیم میتونه این بازیکن به بازی ادامه بده یا خیر. ثانیه 30 بازی بود که موقعیت بسیار خوبی بود برای داماشی ها. از دست رفت. کیوسی های داماش یک دست و پرقدرت دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. آقای نظر محمدی در کنار خط با بازیکن خودش صحبت میکنه. تیم داماش در 3 بازی اخیر خودش تونسته 7 امتیاز رو کسب کنه، 2 برد و 1 مساوی. 7 امتیازی که به حساب داماشی ها وارد شد و جدلی مقدار شاید خودشون رو بهبود بخشید. خب بالاخره وحید اصغرزاده هم بلند میشه و بازی باید به جریان در بیاد. بلند به زمین تیم داماش بلال میرزا علی درگیر با یار شماره 7 رضا خانی. اعلام خطا میشه به سود تیم نفت و گاز گشتاران در دقیقه 3 بازی. پرتابوت رو انجام میده برای رضا خانی درگیر آرمان لطف خدا که نزدیکی های نقطه کرنر توپ رو به بیرون داد و پرتابوت به سود بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران به دست اومده. ساسان جعفری که اومده پرتاب خود رو انجام بده. بازیکنان بلندقد تیم نفت و گاز گشتاران به دوران محوطه جریمه تیم داماش اومدن. پرتاب رو جعفری بلند انجام میده، میسابونن داخل محوطه جریمه. داماشها توسط رضا پورمیدی توپ رو دور میکنن. اعلام پرتاب بود شده به سوی داماشها. حسین ابراهیمی بازی رو کندوتید آغاز میکنه به میانه های میدان برای سجاد گلی بیگی به سمت چپ میبره برای پژمان نژاد. سپر سیمانپور
توپ به اون نرسید و یه لحظه مدافعین تیم نفتگاز گشتاران یه اشتباه مدافعین تیم نفتگاز ازا پورمدی داخل محوطه جریمه صاحب توپ خود نجات حالا ارسال رو میخواست انجام بده دوباره نجات حالا ارسال بلند داخل محوطه جریمه و ضربه سر رو مدافعین تیم نفتگاز دارن میانه های میدان. این بار حمله برای تیم نفتگاز گشتاران آرمان لطف خدا نفر آخر خط دفاعی تیم داماش بلند به زیر توپ میدن و سعید طالبی که در استوپ توپ ناموفق بود و پرتاب این بار به سود بازیکن تیم نفتگاز گشتاران اعلام خطا میشه به سود بازیکن تیم داماش توسط رضا خانی. کاپیتان رستمی پشت توپ قرار گرفته تا بازی رو آغاز کنه. لطف خدا کوتاه کار میکنه با سعید دلاور. سجاد قلبیگی رو صاحب توپ کردن میخواست نجات رو راه بندازه که توپ یک تیکه به بیرون رفت و از اون سمت مدافع راست تیم نفتگاز گشتاران با پرتابوت رو انجام بده. یا شما 14 میلاد باقری یک بار دیگه بازی میدان در سوت خودش میدم و وحید اصغرزاده دروازه‌بان تیم نفتگاز احساس میکنیم که مسئولیتش یه مقدار جدی است و نقش زمین شده رو همون صحنه‌ای که در دقایق ابتدایی بازی رخ داد و شاید یه مقدار میخوان بازی رو آروم کنن توسط وحید اصغرزاده. دقیقه ششم بازی رو هم پشت سر گذاشت. این بازی که با حساب بدون گل داره دنبال میشه. از حال و هوای استادیوم اگر بخوایم براتون بگیم کیپ تا کیپ آدم نشست و حدوداً 7-8 هزار هواداری رو داموسیا به استادیوم کشیدن تا در این روز پنجشنبه یه جورایی شاهد موفقیت تیم خودشون باشن. اصغرزاده هم بلند میشه و دیگه بازی باید کم کم به جریان در بیاد. پرتابوت رو در شماره 14 میلاد باقری انجام میده بلند به زیر توپ میزنه بازیکن تیم نفتگاز. این سمت توپ به سنگربان ماشیا سعید ابراهیم زاده رسیده کوتاه کار میکنه با آرمان لطف خدا به سمت راست دفاعی خودشون یعنی بلال میرزا علی هم رو به عقب کار میکنه با سعید اسماعیل زاده کوتاه دلاور رو صاحب توپ کردن در عرض کار میکنه. خود لطف خدا واسه توی عمر رو برای طالبی میندازه میانه های میدان. سعید طالبی حسین ابراهیمی رو راه میندازه یه پاس پشت مدافعین برای بلال میرزا علی. گوشه زمینی تیم نفتگاز گشتاران داماشی‌ها یه پاس قشنگ برای قلیبگی. خود قلیبگی سر توپ رو میزنه حالا ارسال باز هم دفع توپ توسط مدافعین تیم نفتگاز انجام میشه. یه پاس پشت دفاع برای شماره 33 بابا گلی. خود بابا گلی صاحب توپ کوتاه کار میکنه یا شماره 6 امیر رضایی رو صاحب توپ کردن به سمت چپ دفاعی خودشون میارن. تیم نفتگاز یه رو انجام میدن. این سمت در شماره 8 درگیر آرمان لطف خدا بلال میرزا علی میاد و توپ او به بیرون میره. کورنر برای نفتگاز به دست اومده. محمد رستمی یار بده بزن برس رضا. یا شماره 7 رضا خانی اومده که ارسال کورنر رو انجام بده برای نفتگاز. کوتاه کار میکنه موقعیت خطرناکی تو به عقب با خود خانی مقابل خودش سعید طالبی رو داره. یه پاس قشنگ رو برای خانی میده ارسال رو انجام میدن و در بیشتر را میزنن و از زیر استجاب دروازه سعید اسماعیل زاده بود که توپ رو با دست مخالف به بیرون داد و ممانعت کرد از گلزنی تیم نفتگاز گشتاران.
این بار کورنر باید از سمت چپ از سمت چپ دفاعی تیم داماش باید کورنر زده بشه. یا شماره 33 بیا بیرون در رضا پورمردی. حسین باباگلی رفته که رضا بیرون در رضا. سر کورنر رو انجام بده. رضا بیرون در. خود باباگلی ارسال رو بلند انجام میده داخل محوطه جریمه، خطرناک. حالا اینجا دفاع توپ رو دور میکنه. لطف خدا میاد و ضربه سر رو میزنه. اون سم سعید طالبی میرفت که ضد حمله رو شکل بده که مدافعین تیم نفتگان با باهوشی خودش توپ رو به بیرون زدن. خطا بلند برای رضا پورمردی، گوشه سمت چپ دفاعی خود پورمردی، اعلام خطا میشه این بار به تیم داماشی‌ها در موقعیت بسیار خوبی. اونجا خطا برای داماشی‌ها به دست اومده. آقا قاضی میدان آقای رحیمی مقدم در سود خودش دمید و حسین ابراهیمی اومده از سمت چپ دفاعی تیم نفت و گاز ضربه کاشته رو بر داماشی‌ها بزنن. مدافعین بلند قد داماش همگی داخل محوطه جریمه تیم نفت و گاز حضور دارن. سعید دلاور ممی دوخیز رو انجام میده. تندوتیز خطرناک ضربه رو میزنه. داماشی‌ها پشت محوطه جریمه، قلیبگی ضربه که بلوکه میشه. این بار اعلام خطا میشه درست پشت محوطه جریمه تیم نفت و گاز. سجاد قلیبگی میتونه ضربه آخر رو بهتر بزنه. توپو شدت لازم رو نداشت و با برخورد با مدافع تیم نفت و گاز بلوکه شد. اونجا یه خطا رو با زیرکی تمام گرفتن بازیکن تیم نفت و گاز گچساران. باید بازی رو به جریان در بیارن. وارد دقیقه 12 بازی شدیم. حساب کار همچنان بدون گل. محمد رستمی برای سعید طالبی، پاس توی عمر رو برای رضا پورمردی میندازن. موفق مدافعین تیم نفت و گاز گچساران ضربه سر رو بازم مدافعین تیم نفت و گاز دیدن. سعید طالبی پشت محوطه جریمه تیم نفت و گاز صاحب توپ به دنبال توپ حسین ابراهیمی و اونجا اعلام اوت شده به سود تیم نفت و گاز گچساران. و مدافع چپ تیم نفت و گاز پرتاب اوت دستی رو باید انجام بده. آقای پیروز قربانی رو میبینیم که جوش زیادی به کنار زمین داره میخوره. ابراهیمی طالبی 1 و 2 رو انجام میدن. موفق مدافع آخر تیم نفت و گاز توپ رو از اون نقطه ببینیم میتونن در بیارن یا نه. بلند و یک تیکه برای استادیار شماره 7 آرمان لطف خدا درگیر با مهاجم تیم نفت و گاز یا شماره 17 علی قربانخانی که پرتاب بود برای داماشی‌ها به دست اومد. ملال میرزاعلی پرتاب بود رو انجام میده با ضربه سر. رضا پورمردی برای سعید طالبی انداخت توپو هم از کنار دروازه تیم نفت و گاز به بیرون رفت و بازی با توسط وحید اصغرزاده دروازه‌بان تیم نفت و گاز گچساران به جریان در بیاد. بلند به زمین تیم داماش ضربه سر رو میرزاعلی زده. پرتاب به سوی بازیکن تیم نفت و گاز پرتاب رو کوتاه انجام میده. منصف توپ رو از دست میده. حسین ابراهیمی بازی رو باز میکنه به سمت چپ میبرن برای نجات. گوشه زمین سپر سیمانپور رو صاحب توپ گرفت. سیمانپور یه سر توپ قشنگ رو میزنه باید ارسال رو انجام بده. حسین ابراهیمی پاس توی اون برای نجات، ارسال بلند اون سمت زمین باز هم توپ صاحب سعید طالبی. میرزاعلی ارسال انجام میشه. مدافعین تیم نفت و گاز توپ رو دفع کردن و اونجا پرتاب داماشی‌ها دورخیز بلندی رو انجام داده
میرزا علی بلند به محوطه جریمه سر بزن پشت محوطه سپر سیمانپور ضربه و یک ضربه خطرناک جمع میکنه وحید اسدزاده توپ رو درست روی نقطه پنالتی بود که توپ زیر پای اگر اشتباه نکنیم رضا پورمهدی اومد و پورمهدی با بغل پا دروازه تیم نفت و گاز رو باز کنه که موفق وحید اسدزاده بود. بلند به زمین تیم داماش سیمانپور کوتاه کار میکنه با لطف خدا به سمت راست میارن میرزا علی یه لحظه میرفت که اشتباه رو انجام بده و یا شماره 7 رضا خانی بود که نرسید و پرتاب برای داماشه ها شکل گرفت. میرزا علی پرتاوت رو انجام میده در سر رو قلی بیگی زده سیمانپور به زیر توپ میزنه مدافع تیم نفتگاد این سم مدافع آخر تیم داماش آرمان لطف خدا بود که توپ رو به بیرون زد و پرتاب برای بازیکن نفتگاد نکسارا قربان خانی پرتاوت رو انجام میده بلال میزنی در به سر رو میزنه میانه های میدن. محمد جان جا داره که تشکری ازت بکنم که تا این دقیقه بازی رو گزارش کردی. یکی از اون عوامل داماش هم فکر کنم بهت نزدیک صدای دادهاش مدام توی تلفن میاد. ارتباطمون با استادیوم قطع شد. حالا من دوباره سعی میکنم بگیرم. فکر میکنم محمد رفت جاش رو تغییر بده که صدای دادهای اون مربیمون شنیده نشه احتمالاً. خب محمد جان میشنویم گزارشت رو. آره من میتونم گزارش رو بله حتما میشنویم صداتو. جان میشنویم صداتو. بله موقعیت خوب بود که تو این لحظه که صدای ما قطع شد توسط داماشا و حسین ابراهیمی میرفت که تک به تک بشه باید شکل صحیح رو متوقف کردن و بازی باید سمت بازیکن تیم نفتگاد به جریان در بیاد. در شماره 8 علی نبیزاده بلند به زمین تیم داماش سعید اسماعیل‌زاده سنگربان داماشه ها صاحب توپ شده کوتاه کار میکنه برای شهید دلافر مدافع آخر تیم داماش کوتاه کار میکنه با رستمی. خود رستمی رو به عقب دوباره دلاور رو صاحب توپ کرده. خود شهید دلاور به سمت راست دفاع خودشون میارن برای لطف خدا اصال بلند رو انجام میده برای استفاده بلال که اونجا یا شماره 26 مهدی کربلایی بود که با ضربه سر توپ رو به بیرون هدایت کرد و پرتاوت و داماشه ها سریع انجام میدن. سجاد قلی بیگی رو به عقب کار میکنه با لطف خدا هم به دورترین نقطه زمین سنگربان خودشون ابراهیم زاده همچنان صاحب توپ محمد رستمی میاد و تو زمین خودشون توپداری میکنه سمت چپ میبرن برای نجات بلند برای استفاده رضا پورمهدی استوپ قشنگ رو پورمهدی انجام میده مقابل خودشان شماره 55 رو داره کارگری رو به عقب با نجات پاس در عرض و میده و درست در میانه های میدان آرمان لطف خدا میره که حمله دیگری برای داماشه ها شک بده. بلال میرزا علی توپ رو به قلی بیگی رسونده سجاد قلی بیگی ارسال بلند رو انجام داده و توپ یک تیکه از بالای دروازه نفتگاد به بیرون رفت. دومین دقیقه از بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل داره دنبال میشه. وحید اسدزاده کوتاه کار میکنه با مدافع خودشون امین رضایی
بلند زمین داماش، ضربه سر رو سعید دلاور زد. محمد رستمی بازی رو باز میکنه به سمت راست برای بلال میرزاعلی. حسین ابراهیمی پاس بلند و قشنگ برای سعید طالبی، میره که تک به تک بشه سعید طالبی. اون گوشه زمین همچنان صاحب توپ، درگیری ادامه داره، در میارن بازیکن تیم نفت و گاز، میرن که ضد حمله رو شک بدن. آرمان لطف خدا میاد و توپ رو قطع میکنه، کوتاه کار با محمد رستمی به سمت راست برای میرزاعلی، اشتباه میکنه. ابراهیمی میاد و اشتباه اون رو جبران میکنه. میانه های میدان ضربه سر رو بازیکن تیم داماش زدن. لطف خدا کوتاه کار میکنه برای نجات. ضربه سر آفتک میانی تیم نفت و گاز، پرتاب به سود تماشاچیان. دوباره محمد رستمی صاحب توپ کوتاه کار میکنه با سعید دلاور. دوباره رستمی رو صاحب توپ کردن. بلال میرزاعلی رو به عقب کار میکنه با لطف خدا، بلند برای استفاده پورمدی. پاس قشنگ رو برای یار شماره 13 امیر محمد منصف میدن که درست در نقطه میانی میدان خطا به سود بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران اعلام میشه. در شماره 8 علی نبیزاده بازی رو آغاز میکنه، کوتاه کار میکنن. کارگری نبیزاده رو به عقب با کربلایی، هدیه کربلایی خانی رو راه میندازه، میره که از سمت چپ دفاعی تیم داماش حمله رو شک میدن. داخل محوطه جریمه ارسال بلند رو انجام میدن، خطرناکه، نباید بزنه شوت رو بزنه. یک ضربه بر سپر سیمانپور ممانعت کرد شوت بازیکن تیم نفت و گاز. پشت محوطه جریمه همچنان نفت و گازی‌ها صاحب توپ هستن، به سمت چپ میارن. 8 نبیزاده جنای بازی رو عوض میکنه، رو به عقب با قربان خانی. خود خانی میخواد ضربه شوت رو بزنه، خود خانی پشت محوطه جریمه توپداری میکنن بازیکن تیم نفت و گاز. دوباره جنای بازی رو تغییر میدن، در سمت چپ دفاعی تیم داماش نفت و گازی‌ها صاحب توپ هستن. ارسال رو میرفت که انجام بده، موفق بازیکن تیم داماش و محمد رستمی که توپ رو بازپسگیری میکنن و سجاد قلیبگی میانه های میدان یه خطا رو میگیره و این مقدار با داماشا در پاسای خودشون دقت لازم رو داشته باشن. وسط گل باشد. میلاد باقری صاحب اعلام خطا میشه این بار به سود بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران، درست در خط میانی. نمیدونم محمد آبکار صدای من رو داره یا نه. خدمتتون عرض کنم که سایر بازیام تا این دقیقه بازی 0-0 مساویه. بازیکنی که روش خطا شده بود احساس مسئولیت میکرد و بلند میشه و ضربه کاشته رو باید بازیکن تیم نفت و گاز بزنن و مدافعین بلندقدشون کربلایی به محوطه جریمه تیم داماش اومده. کوتاه کار میکنن، باید ارسال بلند رو انجام میدن. بلند به محوطه جریمه داماش، ضربه سر از سعید دلاور. حالا این بار قلیبگی توپ رو به حسین ابراهیمی رسوند.
رو دستش سعید طالبی داره حرکت میکنه. ابراهیمی توپ رو به زمین تیم نفت و گاز گشتاران میبره. قلی بگی کوتاه کار میکنه با رستمی، سمت چپ دفاعی خودشون میبرن. داماچه‌ها جنب بازی رو تغییر دادن. سجاد قلی بگی میانه های میدان صاحب توپ. میرزا علی با لطف خدا. رستمی باسای کوتاهی رو که داماچه‌ها دارن بین خودشون رد و بدل میکنن تا مقدار این خط دفاعی تیم نفت و گاز باز بشه. ارسال بلند به محوطه جریمه تیم نفت و گاز و ضربه سری رو که مهدی کربلایی زد و با سر توپ رو به سنگربان خودشون وحید اصغرزاده رسوند. 28مین دقیقه بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان بدون گل. دفع توپ توسط سعید دلاور. حسین ابراهیمی پشت محوطه جریمه توپ رو به قلی بگی رسونده. خود قلی بگی با شوت رو بزنه. حالا شوت و شکل سریع است. مهدی کربلایی نداشت توپ سجاد قلی بگی سمت دروازه نفت و گاز برو. اونجا خطا به سود بازیکن تیم نفت و گاز اعلام میشه. بازی رو به جریان باید در بیارن. میلاد باقری مدافع راست تیم نفت و گاز گشتاران بلند به زمین تیم داماش. توپ او یک کیشه به سنگربان داماش یعنی سعید اسماعیل ابراهیم پور رسیده. خود ابراهیم پور همچنان صاحب توپ بلند به زمین تیم نفت و گاز گشتاران ضربه سر رو میزنن. سپر سیمانپور درگیر با مدافع تیم نفت و گاز. توپ از اون سمت به بیرون رفت و پرتاب رو مدافع چپ داماش پژمان نژاد باید انجام بده. کوتاه کار میکنه با سعید دلاور. حسین ابراهیمی صاحب توپ کوتاه با محمد رستمی. حسین ابراهیمی سمت راست دفاع خودشون رو راه میدازه. لطف خدا سر توپ قشنگ رو میزنه و مدافع خودش رو از پیش رو بر میداره. تمام بازیکنان دو تیم در زمین تیم نفت و گاز گشتاران جمع شدن. لطف خدا صاحب توپ کوتاه برای طالبی. و ببین طالبی چه کار میکنه. خود طالبی یه پاس توی عمق قشنگ برای پورمدی. توپی که از اون گوشه زمین به بیرون رفت و بازی که باید کنار دروازه تیم نفت و گاز آغاز بشه. تند و سریع آغاز میکنن. وحید اصغرزاده کوتاه کار میکنه با مدافع راست خودش. میلاد باقری. داماچه‌ها از همون جلو دارن پرس رو انجام میدن. اصغرزاده به سمت راست برای باقری. سجاد قلی بگی به سمت او میره. موفق قلی بگی یه خطا رو میگیره. سجاد قلی بگی چسبیده به نقطه کورنر تیم نفت و گاز گشتاران. موقعیت بسیار خوبی که اونجا به دست اومده و باید ببینیم داماچه‌ها چگونه از این توپ استفاده میکنن. دو بازیکن داماش پشت توپ قرار گرفتن. ضربه کاشته‌ای که باید از سمت راست دفاعی تیم نفت و گاز گشتاران و چپ هجومی داماش ارسال بشه. نژاد میخواد توپ رو ارسال کنه. حسین ابراهیمی جدا میشه و به پشت محوطه جریمه میاد. خود نژاد ارسال بلند انجام میده به تیر دو خطرناک. لطف خدا یک بار دیگه اعلام کورنر میشه اون سمت برای بازیکن تیم داماش. آقای نظر محمدی رو میبینید که عماد میرجوان رو بلند میکنه و از اون خطی بره گرم کنه تا به شمار مهاجمین خودش اضافه کنه. آقای نظر محمدی
نتیجه جز برد بهش کمک نمیکنه و باید از این امتیاز خانگی استفاده لازم رو ببرن و اون سه امتیاز رو دشت کنن داموشه ها. کرنر رو باید ابراهیمی ارسال کنه. بلند سعید دلاور پشت محوطه جریمه قلی بگی با شوت رو بزنه، میزنه و تو با مدافع تیم نفتگاز برخورد کرد و میرفت که ضد حمله شکل بگیره. نژاد ارسال بلند رو انجام میده. سراسیم مدافع تیم نفتگاز یزدسالان درگیر. محمد رستمی با ضربه سر توپ رو به مدافع آخر خودشون میسپارن و اونم توپ رو به سنگربان خودشون میده. سعید ابراهیم پور صاحب توپ کوتاه کار میکنه با محمد رستمی. لطف خدا سعید دلاور رو صاحب توپ کرده. جناب بازی رو تغییر میره. پژمان نژاد ضربه سر رو مدافع تیم نفتگاز دادن. وسطای زمین محمد رستمی با ضربه سر توپ رو به آرمان لطف خدا مدافع آخر خودشون میده. لطف خدا رو به عقب کار میکنه با سنگربان سعید ابراهیم زاده از مهاجمی میخواد که به او نزدیک بشن. کوتاه کار میکنه با لطف خدا برای سعید طالبی. دفع توپ از مدافع چپ تیم نفتگاز. باید ببینیم قاضی چه نظری داره. ظاهرا کمک بازی اعتقاد داره که توپ از زمین بیرون نرفته که علی نظر محمودی توپ رو گرفت. علی نظر محمودی میره به اون اعتراض خودش رو یه جورایی نشون میده. ما که اینجا دیدیم توپ از خط کنار زمین بیرون رفته بود و حتی با داماشه انجام میدادن. ظاهرا قاضی بازی نظر دیگه ای داره و دیگه توپ به بیرون نرفته بود و آقای نظر محمدی داخل زمین توپ رو گرفته. اعلام خطا کرده برای نفتگازیا. بازی رو سریع آغاز میکنه. یا شماره 6 امین رضایی صاحب توپ. موفق مدافع تیم داماش حسین ابراهیمی رو صاحب توپ میکنه. خود ابراهیمی رو به عقب کار میکنه با سعید ابراهیم زاده دروازه‌بان خودش. پژمان نژاد صاحب توپ کوتاه کار میکنه با لطف خدا. بلند زمین تیم نفتگاز برای استفاده رضا پورمهدی درگیر با مهدی کربلایی. خود پورمهدی دست سنگی رو انجام میده. کربلایی دفع توپ رو انجام میده. پشت محوطه جریمه سجاد قلی بگی به سمت چپ میبره برای نژاد. میتونه ارسال رو انجام بده. خود نژاد پاس کوتاه برای سیمان پور. برای ارسال بلند و توپی که توسط کربلایی باز هم دفع شد. یه بار دیگه نژاد کوتاه کار میکنه با قلی بگی. دوباره با نژاد میخواد ارسال رو انجام بده. سیمان پور رو راه انداختن. گوشه زمین چسبیده به نقطه کرنر. سپر سیمان پور صاحب توپ رو به عقب کار میکنه با قلی بگی. خود سجاد قلی بگی جنای بازی رو عوض میکنه. بلال میرزا علی صاحب توپ کوتاه با آرمان لطف خدا. رستمی صاحب توپ رو به عقب با لطف خدا. دلاور کوتاه با قلی بگی. توپ میدان در این 35-6 دقیقه بیشتر در دست داموشی‌ها بوده ولی ما گلی رو شاهد نبودیم تا این دقیقه از بازی و توپی که از اون سمت بیرون میره و پرتاب بود مثل بازیکن تیم نفتگاز یزدسالان به دست اومده. پرتاب خود رو میلاد باقری باید انجام بده.
قلی بیگی رو به عقب کار میکنه با نجات. بلند برای استفاده حسین ابراهیمی. خود ابراهیمی گوشه زمین چسبید و نقطه کورنر صاحب توپ میلاد باقری مقابل خودش داره. ابراهیمی میچرخه میخواد ارسال رو انجام بده. کوتاه کار میکنه با قلی بیگی. دوباره برای نجات. رو به عقب با قلی بیگی. خیمه سنگین داماشاه. ارسال تند و تیز این سمت زمین برای بلال میرزاعلی. پاس توی اون برای طالبی. خود طالبی ارسال زمینی و دفع توپی که توسط شهربلایی انجام شد و بار دیگر پرتاب به داماشهات. پرتاب اوتی رو که بلال میرزاعلی میخواد بلند انجام بده. اگر ما اشتباه نکنیم دیگه استادیوم پیر عددی کیپ تا کیپ پر شد و شمار هواداران به بالای 8000 هوادار رسیده. همشون منتظرن که داماشه‌ها دروازه تیم نفسگاد گشتاران رو باز کنن. میرزاعلی پرتاب بلند رو انجام میده. داخل محوطه جریمه ضربه تر رو مدافعین تیم نفسگاد میدن. سراسیمه دلاور اعلام خطای پنالتی میشه اینجا. خطای پنالتی به سود تیم داماشگیلان در 36مین دقیقه بازی. اعلام خطای پنالتی شد به سود داماشگیلان در 36مین دقیقه بازی. خطایی رو که مدافعین تیم نفتگاد بر روی سعید دلاور انجام دادن و اون رو نقش زمین کردن. سی و ششمین دقیقه بازی و داماشی هایی که موقعیت بسیار خوبی رو به دست آوردن. محمد این برم میاد باید ببینیم کدام یک از بازیکنان داماش وظیفه خطیر زدن این پنالتی رو بر عهده میگیرن. حسین ابراهیمی پشت توپ قرار گرفته تا ضربه پنالتی رو برای داماشه‌ها بزنن در دقیقه 36 بازی. تمام نگاه ها به ساقهای پای حسین ابراهیمی است و حسین ابراهیمی که مقابل خودش وحید اصغرزاده رو داره. ابراهیمی دورخیز رو انجام داده. حالا من نمیدونم بازیکن تیم نفتگاد گشتاران دنبال چه چیزی هستن. تیم خودشون رو دارن به بیرون میکشونن. اعتراض هوادارهای تیم داماش رو میبینید. تو نتایج همزمان تمامی تیم ها با نتیجه 0-0 دارن بازشون دنبال میشه. حسین ابراهیمی است که پشت توپ قرار گرفته. ما مثل شما و همه این 9000 هواداری که منتظر هستن تا ضربه پنالتی برای داماشه‌ها زده بشه. حالا یه جورایی اومدن بازی رو آروم کنن بازیکن تیم نفتگاد گشتاران.
اومدن کنار زمین، دوباره به داخل زمین رفتن. ابراهیمی دورخیز رو انجام داده. ما مثل شما منتظر هستیم که چه کار میکنه با این توپ. حسین ابراهیمی است و وحید اصغرزاده. ابراهیمی میزنه و توی دروازه. حالا گل اول برای داماشی‌ها در دقیقه 41 بازی. سجده شکر علی نظر محمدی. حالا حساب کار 1-0 به سوی داماش در دقیقه 42 بازی. داماشی‌ها 1-0 پیش افتادن و سیل عظیم هوادارهای خودشون رو خوشحال کردن در دقیقه 42 بازی. حسین ابراهیمی بازی باید به دماشق‌ها آغاز بشه. سعید ابراهیم پور بلند به زمین تیم نفتگاز گشتاران ضربه سر رو میزنن. ملال میرزا علی رضا پورمدی رو صاحب توپ کرده، درگیر با مدافع تیم نفتگاز گشتاران و بازی که با توسط مدافع چپ خودشون توسط امیر محمد منصف آغاز کنه. منصف قرار گرفته. دقیقه 45 بازی و حساب کار 1-0 به تیم داماش گیلان. سعید دلاور ضربه سر رو میزنه. سجاد قلیبگی با یه پاس پشت پا میخواد سپر سیمانپور رو راه بندازه. دلاور صاحب توپ سراسیم توپ رو به بیرون میزنه و این بار پرتاب برای تیم نفتگاز گشتاران. یک کارت زرد رو قاضی میدان میده به گر شماره 44 جعفری. پساوت رو جعفری باید خودش انجام بده. تمام بازیکن تیم نفتگاز به محوطه جریمه تیم داماش اومده. کوتاه کار میکنه با گر شماره 8 مثال بلند رو انجام میدن. نجات ضربه سر رو میدنه. این سپر سیمانپور رو راه انداخته. باید یه پاس قشنگ رو بده که این ریسک رو نمیکنه و رو به عقب کار میکنه با محمد رستمی. عقب با قلیبگی با هم ابراهیمی رو صاحب توپ کرده. پاسای کوتاهی که داماشق‌ها دارن مقابل خودشون رد و بدل میکنن تا موقعیت قشنگی رو شکل بدن. رضا پورمدی گوشه زمین صاحب توپ سر توپ رو میزنه. حالا ابراهیمی باید ارسال رو انجام بده. کوتاه کار میکنه با قلیبگی. دوباره خود قلیبگی رو به عقب با ابراهیمی.
یه پرتابوت رو داماشی‌ها گرفتن، سریع و تون بازی رو آغاز میکنن. پورمیدی صاحب تو کوتاه کار میکنه، نجات درگیره، رستمی رو به عقب با مدافع آخر خودشون سعید دلاور هم میکنه و رو به دروازه‌بان سعید جلو رو ببین آرمان، جلو رو ببین. بزن پورمیدی رو ببین. ابراهیم پور میرسه. لطف خدا بلند برای استفاده رضا پورمیدی، ضربه سر رو پورمیدی میزنه و سعید طالبی که درگیر با کربلایی، موفق کربلایی، دلاور میاد و دفع توپ رو انجام میده. اینو بریم. اوکی پرتاب به سود داماشی هاست و بلال میرزا علی که میخواد پرتاب رو بر داماش انجام بده. 7 دقیقه داور بازی اعلام اوقات طرف شده کرده. 7 دقیقه هم عدد بالایی. موقعیت خطرناک میره که شک بگیره برای نفتگازی ها. سپر سیمانپور، موفق خود سیمانپور اعلام خطا میشن. میلاد باقری بر روی او میرو یک کارت زرد رو هم میگیره. میلاد باقری از رحیم مقدم قاضی میدان. بریم 46مین دقیقه بازی رو ما پشت سر گذاشتیم. حساب کار همچنان 1-0 به سود داماش با تکبالی که حسین ابراهیمی زده. پژمان نجات صاحب توپ واسه توی عمر رو برای گلی بگی میندازه که موفق مدافع راست تیم نفتگاز باقری لطف خدا رو به عقب با ابراهیم پور دفع توپ رو انجام میده. شهید طالبی ضربه سر رو زده. کارگری به سمت چپ میارن برای خانی. خود خانی صاحب توپ اعلام خطا میشه، چسبیده به محوطه جریمه به سوی بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. یار بده در شماره 7 پشت توپ قرار گرفته، چسبیده به محوطه جریمه. موقعیت بسیار خطرناکی است که برای بازیکن تیم نفتگاز به دست اومده. رضا خانی و علی نبیزاده پشت توپ قرار گرفتن. موقعیت بسیار خطرناکی است برای بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. صدای توپ مهیب هواداری داماش رو میشنوید. ببینید چگونه این توپ استفاده میکنه نویزاده و خانی. فکر کنم نویزاده توپ رو بزنه. نویزاده سال انجام میده، ضربه سر رو رستمی میزنه. دفع توپ انجام میشه. داماشا به زمین تیم نفتگاز میرن. این سم وحید اصغرزاده صاحب توپ. سجاد قلی بگی صاحب توپ. محمد رستمی سمت راست بلال میرزا علی حرکت رو انجام داده. میرزا علی رو صاحب توپ میکنه، رو به عقب کار میکنه با لطف خدا. حسین ابراهیمی یه پاس قشنگ برای میرزا علی با سمت راست راه بندازه طالبی رو که موفق مدافعین تیم نفتگاز گشتاران بودن و توپ رو به بیرون زدن. پرتاود به سوی بازیکن تیم داماش گیلان. 45
9 دقیقه بازی رو پشت سر گذاشته. به حساب کار همچنان یک بسته به سوی تیم علی آقا خط داماش. بلال میرزاعلی کوتاه کار میکنه با پور مهدی. خود رضا پور مهدی همچنان درگیر و اون گوشه زمین خطا رو میگیرن داماشی ها. علی سعی یا برباد اشفاق بگو تو بابا داری میشه حسین ابراهیمی و ضربه کاشته رو برای داماشی ها بزنه. تو پیش اون گوشه زمین چسبیده به نقطه کرنر سمت چپ دروازه تیم نفت گاز گشتاران و توسط ابراهیمی ارسال بشه. مدافعین بلندقد داماشی ها به جلو اومدن تا از این توپ استفاده کنن. پشت محبته پشت سجاد ابراهیمی کوتاه کار میکنه با قلی بگی رو به عقب با نژاد. حالا ارسال رو انجام میدن به تیر دو برای لطف خدا. ضربه سر رو میزنه سیمانپور داخل محوطه جریمه داماشی ها درگیر. ضربه سر مدافعین تیم نفت و گاز. رستمی به سمت چپ میبره برای ابراهیمی و توپی که توسط میلاد باقری دفع شد و با برخورد به حسین ابراهیمی از اون گوشه زمین به بیرون رفت و پرتاب رو باید انجام بده میلاد باقری برای تیم نفت و گاز یکسالان. پرتاب رو انجام میدن. اعلام خطا میشه به نفت و گازی ها. میلاد باقری پشت توپ قرار گرفته تا آغاز کننده بازی باشه و تیم نفت و گاز گشتاران کوتاه کار میکنه با مدافع آخر خودشون مهدی کربلایی در عرض کار میکنه با یار شماره 33 بابا گلی. خانی رو راه میندازه. موفق بازیکن تیم داماش و سجاد قلی بگی یک دو بازیکن رو گریب میزنه و توپو از دست میره. این سمت به لطف خدا رسیده. میرزا علی در عرض با رستمی کوتاه برای قلی بگی رو به عقب با دلاور. به سمت چپ میبرن برای حسین ابراهیمی. نژاد دوباره رو به عقب با ابراهیمی به سنگربان خودشون سعید ابراهیم پور بلند به زمین تیم نفت و گاز گشتاران. ضربه سر رو مهدی کربلایی زده. میانه های میدان بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ محمد رستمی میاد و توپ رو جمع و جور میکنه. اعلام خطا میشه بر روی محمد رستمی. سعید ابراهیم پور آغاز کننده بازی باشه برای داماشی ها. سعید ابراهیم پور بلند به سمت چپ دفاعی تیم نفت و گاز و ضربه سر رو که حسین ابراهیمی زده. میلاد باقری توپ رو پس میگیرد داماشی ها. خود باقری رو به عقب با کارگری یه تکل سعی از نژاد بازی رو باز میکنه. سعید طالبی به سمت راست میاره. بلال میرزاعلی در زمین تیم نفت و گاز صاحب توپ رو به عقب با آرمان لطف خدا بلند برای سعید طالبی ارسال رو انجام میده. توپ رو یک میشه رو پرتاب به داماشی ها. پرتابوت رو منصف انجام میده. ضربه سر رو مدافعین تیم نفت و گاز میدن. یه پاس بلند به پشت دفاع نژاد با ضربه سر توپ رو به سعید ابراهیم پور رسوند و سعید ابراهیم پور هم آروم و خونتر توپ رو گوشه میاره و یه مقدار میخواد بازی رو آروم کنه. ابراهیم پور بلند به زمین تیم نفت و گاز گشتاران.
سیمان پور صاحب توپ به سمت چپ میبره برای اولی بگ 1 و 2 رو انجام میده با ابراهیمی. توپ از دست میره. حالا ضد حمله برای تیم نفتگاز داره شک میگیره یا شماره 33 بابا گلی برای باقری بلند و یک تیکه به پشت مدافع تیم دموش موفق شدن. سعید جلوته آرمان لطف‌خدا که بازیکن تیم داماش احساس مسئولیت کرد و اگر اشتباه نکنم رضا پورمدی بود. حالا اینجا کادر پزشکی رو به زمین فرا میخونه. آقای رحیم مقدم میخواد به وضعیت رضا پورمدی رسیدگی بشه. سجاد سعید ابراهیم پور بر بازی رو آغاز کنه. بلند و یک تیکه به زمین تیم نفتگاز گنجساران در بیشتر رضا پورمدی. حالا سعید از بالا یار بده سعید در بیشتر از آرمان لطف‌خدا و اینجا سوت پایان نیمه اول با برتری 1-0 داماشه ها با 15 دقیقه استراحت و شروع بازی ما در خدمتتون هستیم. خسته نباشید میگم به محمد آبکار عزیز که یک نیمه کامل رو برای ما گزارش کرد. محمد جان خسته نباشید، میدونم باید لبی تر کنی، به هر حال خستگی در کنی. با شروع نیمه دوم در خدمت محمد آبکار عزیز خواهیم بود. نتایج سایر دیداران بخوام خدمتتون عرض کنم، به ظاهر فعلا گلی رد و بدل نشده، به محض اینکه گلی زده بشه حتما اونا رو هم خدمتتون خواهیم گفت. به هر حال من در آغاز نیمه اول خدمتتون گفتم که چرا این بازی پخش نشد. در واقع باشگاه داماش گیلان از پخش این بازی به صورت زنده، به صورت تصویری ممانعت کرد. بعد خودشون اومدن توی لایو اینستاگرام خودشون پخش کردن. اصلا یه وضعیت عجیب و غریبی شد. به هر حال ما وظیفه خودمون دونستیم به حداقل شکل ممکن، یعنی به صورت صوتی این بازی رو برای شما پخش کنیم. همونجوری که مشاهده کردید ما موفق شدیم با تک گل حسین ابراهیمی از روی نقطه پنالتی فعلا بازی رو پیش بیافتیم. امیدواریم که بتونیم همین نتیجه رو حفظ کنیم و در نهایت با دست پر از میدان خارج بشیم. من هم یک استراحتی میکنم، البته لایو رو باز میذارم. به محض اینکه نیمه دوم شروع بشه حتما در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خب دوستان برگشتیم. محمد آبکار رو داریم که از استادیوم با ماست. محمد جان از جو استادیوم برام بگو. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. استادیوم عزیزی کیف تا کیف پر شده، حتی پشت نیمکت تیم میهمان هم هوادارهای داماش نشستن. یه مقدار از هواداران پشت درهای بیرونی عزیزی قرار گرفتن. جو سرش میکردی یکی از مربیای داماش بود فکر کنم، انگار کنارت بود، حسابی داشت هرس و جوش میخورد. آقای وهابی من صداتون خوب ندارم، یه بار دیگه. احمدی هستم، وهابی هستم. آقای احمدی یه بار دیگه میگم داشتی گزارش میکردی یکی از مربیای داماش انگار کنارت بود، حسابی داشت هرس و جوش میخورد. آقای کمک آقای نظر محمدی بود، آقای حاجتی بودن که کنار من دقیقا نشسته بودن. من هر چقدر دور میشدم بازمشون نزدیک میشدن، هرزوج زیادی میخوردن. بازی هم از همین لحظه در خدمت هستیم، بگو گزارش. ارتباطمون با محمد قطع شد و بگیریمش که دیگه بتونه نیمه دوم رو برامون گزارش کنه. منتظرم که ارتباط با محمد برقرار بشه. محمد جان صدا شما داریم، میشنویم. با شروع نیمه دوم بازی ما در خدمتتون هستیم. بازی 30 ثانیه‌ای است که شروع شده. توپ در دست بازیکن تیم نفتگاز گنجسارانه.
حسین ابراهیمی صاحب توپ به زیر توپ میزنه، مدافع تیم نفتگاز گشتاران موفق، مدافع تیم داماش و پرتاب اوچی که در زمین تیم نفتگاز به سود خود نفتیاب به دست اومده. میلاد باقری مدافع راست تیم نفتگاز اومده که پرتاب اوچ رو انجام بده برای نفتگازی ها. شماره 14 میلاد باقری پرتاب رو انجام میده، ضربه سر رو نجات میزنه. سپر سیمانپور ممانعت کرد از بیرون رفتن توپ، مدافع آخر داماش به زیر توپ میزنه، اعلام خطا میکنه آقای رحیمی مقدم به ضد داماشی ها. کچایی که بر روی محمد رستمی انجام شد و مدافع آخر داماشی ها هستن که میخوان بازی رو آغاز کنن. سعید دلاور پشت توپ ارسال بلند رو انجام میده داخل محوطه جریمه تیم نفتگاز. سجاد قلی بگی گوشه زمین صاحب توپ رو یه جورایی به رضا پورمیدی میرسونه. سپر سیمانپور موفق اعلام خطا میکنه. سپر سیمانپوری که تکل سعید توپ رو گرفت. دایرن مسئولیت چیه؟ اعلام خطا شد درست در نقطه‌ای که چسبیده به محوطه جریمه تیم نفتگاز گشتاران. یا شماره 55 کارگری بلند به زمین تیم داماش، ضربه سر رو محمد رستمی زده. میانه های میدان درگیر بازیکنان هر دو تیم. خطا اعلام شده درست در نقطه میانی میدان به سوی تیم نفتگاز گشتاران. ارسال بلند رو انجام میدن داخل محوطه جریمه. پشت محوطه موفق بازیکن تیم داماش و سپر سیمانپور اعلام خطا میشه به نفع داماشی ها. ملال میرزاعلی خطابات رو انجام میده برای حسین ابراهیمی. تا با محمد رستمی به سمت چپ میارن برای نجات. اشتباه از نجات میره که ضد حمله شک بگیره. با چند دقیقه تأخیر اعلام خطا میشه ضد داماشه ها. خطایی که بر روی نجات انجام شد توسط شماره 2 که اگر اشتباه نکنیم تازه به میدون اومده علی حدادی فر. نجات نقش زمین شده و مسئولیت رو ظاهرا شدیده. دکتر شاد هم به مسئله زمین رفته تا به وضعیت او رسیدگی کنه. پزشک تیم داماش گیلان آقای نظر محمدی رو میبینیم که داره با بازیکنان خودش صحبت میکنه، نکات فنی رو توصیه میکنه به بازیکنان خودش. پشت توپ
حسین ابراهیمی قرار گرفته تا ارسال بلند رو به داماشه ها انجام بده. مدافعین بلند قد داماش هم به جلو کشیدن. سعید دلاور، رضا پورمهدی، تا ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنن. حسین ابراهیم پشت توپ، ارسال بلند به داخل منطقه جریمه. خطرناک، سعید دلاور با ضربه‌سر میرفت که رضا پورمهدی رو صاحب توپ کنه که یک قدم کم آورد. رضا پورمهدی سری بازی رو به جریان در 26 مهدی کربلایی موفق سیمانپور توپ رو از او گرفته، توپ دو رو انجام میده با ابراهیمی. خود سپر سیمانپور دوباره توپ رو بس میگیره. سیمانپور همچنان داره میجنگه روی تصاحب توپ، موفق و جنگنده ظاهر شده سیمانپور جوان. رستمی میرفت که او رو راه بندازه، اشتباه میکنه، توپ رو بازیکن تیم نفتگاز گشتاران میشه. درست هم نقطه های میانی میشه مثلا به چپ برای یازون 14 میلاد باقری. توپ رو از دست میدن. بلال میرزا علی روی توپ میاد، سیمانپور رو صاحب توپ کرده، رو به عقب با رستمی بلند برای استفاده طالبی، ضربه سر رو باقری زده. نقطه میانی میدان صاحب توپ بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. سمت راست میارن، حدادی فرد واسه توی عمر رو میده. موقعیت خطرناکیست برای بازیکن تیم نفتگاز. ارسال بلند، سعید ابراهیم پور خط دروازه توپ رو به بیرون میزنه و توپی که یک تیکه میرفت وارد دروازه تیم داماش بشه و استرس زیادی رو که کادر فنی تیم داماش تو این لحظه به خودش می‌گیره. کورنر رو باید بزنم بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. میلاد باقری بلند ارسال میکنه، ضربه سر رو داماشقا میدن، سجاد قلیبگی به زیر توپ میزنن. توپ این به دروازه‌بان تیم نفتگاز وحید اصغرزاده رسیده، کوتاه کار میکنه با یار شماره 30 مجید تاجیک. خود تاجیک کوتاه با یار شماره 8 نبیزاده بلند برای استفاده یکی از بازیکنان خودشون که اون سمت توپ یک تیکه به سنگربان داماشه یعنی سعید ابراهیم زاده رسیده. با پرتاب دست سعید دلاور رو صاحب توپ کرد. ابراهیم پور درست کار میکنه، دلاور با آرمان لطف خدا به سمت راست میبره. بلال میرزا علی سجاد قلیبگی رو صاحب توپ کرده، پاس توی عمق برای پورمهدی، اشتباه از پورمهدی، توپ به بازیکن تیم نفتگاز گشتاران رسیده، درگیر بر سر توپ سه بازیکن داماش و موفق داماشه ها. حسین ابراهیمی، مهدی کربلایی بسته است و رو به عقب کار میکنه با دروازه‌بان خودش وحید اصغرزاده. بازی کن فشار بیا. رضا نبیزاده رو به عقب با مهدی کربلایی به سمت راست میارن. امین رضایی 55 رشید کارگری در عرض با کربلایی. پاسای کوتاهی رو که مدافعین تیم نفتگاز دارن مابین خودشون رد و بدل میکنن. دو تعویض برای داماش میخواد انجام بشه. اماد میرجوان و امیر حسین یوسفی برای داماشه ها میخوان به بازی بیان. مهدی کربلایی نبیزاده رو صاحب توپ میکنه. خود نبیزاده یه نفر باید رو پای او بیاد. نبیزاده پاسو میده، خطرناک رو به عقب با دروازه‌بان ابراهیم پور بلند یک تیکه به زیر توپ میزنه. دوباره نبیزاده مهدی کربلایی صاحب توپ
رشید کارگری، مجید تاجیک، امین رضایی، یه لحظه تشویق تیفوسی های داماش رو ببینید. اعلام خطا میشه از آقای رحیم مقدم به بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران. تعویض اول سعید طالبی از بازی خارج میشه و به جاش امیرحسین یوسفی به بازی میاد. عماد میرجوان هم داره به جای رضا پورمیدی به بازی میاد. خود تاجیک صاحب تو بازیکن خوش تکنیک مهدی تاجیک در نیمه دوم توپ میدان دست بازیکن تیم نفت و گاز گنجساران بوده. بیشتر دموشای مقدار عقب کشیدن و این زنگ خطر رو برای اونا به صدا در بیاره. نبیزاده صاحب تو، عماد میرجوان روی پای او میاد. خانی به سمت راست میبره واسه توی اون متاسفانه ارتباطمون با محمد آبکار عزیز قطع شد. من تلاش میکنم که دوباره باش ارتباط رو برقرار کنم. فقط تا ارتباطمون برقرار بشه خدمتتون عرض کنم که نتایج همزمانی که برامون حائز اهمیتن: دریای بابل از شهرراز شیراز 1-0 جلو آریو اسلامشهر 1 گل به شاهین بندرآمری زده و شهرداری آستار هم توی زمین مثل شهر بابک با 1 گل ازش جلوه. محمد جان صداتو میشنویم. آقای احمدی جانم. اعلام پنالتی شده به سود تیم نفت و گاز گشتاران. ای بابا ای بابا. همین الان. ای بابا بقیه نتایج هم همچین به سودمون نیست. حالا نمیدونم در جریان هستی یا نه. دریای بابل 1-0 جلو و شهرداری آستاره هم 1 گل به مثل شهر بابک زده. باید ببینیم از توپ چجوری استفاده میکنن. شماره 19 منصف ستون قرار گرفت. ابراهیم پور به سمت راست رفت و تو با دستای اون برخورد کرد و گل تساوی از تیم نفت و گاز گشتاران به دست آورد. علی جان میشنویم صداتو محمد جان. در بوت فرو رفتیم ما هم. بدون ناراحتی واقعا فکر کردیم و
دقیقا ما هم مثل تو در بوت فرو رفتیم. امیدواریم حالا در دقایق باقی مونده با این دوتا تعویض هجومی که داشتیم به گل برسیم. اشاره حملات خودشون رو بالاتر ببرن، بتونن گل برتری رو ثمر برسونن. اماد میرجوان بازی رو آغاز می‌کنه. میرزا علی بلند بر استفاده میرجوان، کربلایی ضربه سر رو زده. اعلام خطا میشه از سعید دلاور. نقش زمین شده که بازیکن تیم نفت داد جگساران تاجی بازی رو آغاز به سمت راست ببره. ضربه‌ای که از کنار در تیم داماش به بیرون میره و سعید ابراهیمی بازی رو تندوسیز آغاز میکنه به سمت راست برای میرزا علی. خود میرزا علی اصلا بلند برای استفاده میرجوان پشت محوطه جریمه سپر سیمانپور که با اختلاف زیادی از بالای دروازه تیم نفت به بیرون بازی داره درگیره و دنبال میشه. توپی که از کنار دروازه داماش به بیرون میره. تو عقب با سعید ابراهیم پور بلند یک تیکه به زیر توپ. سعید دلاور با ضربه سر توپ رو به یوسفی رسیده. حدادی فرد نجات راتیشون رو بر میداره. اماد میرجوان با ضربه سر توپ رو به ابراهیمی رسیده. خود ابراهیمی اعلام خطای هم میشه از روی بازی رو آغاز بازیکن تیم تمسداد گشتاران سمت چپ میبرد. برای شماره 13 ناصر
سپر سیمانپور اعلام خطا میشه برای تعویض بر تیم داماش شکل میگیره. فرمان انبساطی و سیامک علیزاده برای داماشه ها به بازی بیان و سجاد قلیبگی از بازی خارج شد و یه پاسه قشنگ سمت راست سپر سیمانپور صاحب رو به عقب با بلال میرزاعلی ارسال رو انجام میده و سراسیر کربلایی به بیرون میزنه توپ رو. کورنر برای داماشه ها. محمد جان اگر صدای من رو داریم در جریان باش که شهرداری آستارا 2-1 عقب افتاده. محمد آبکار فکر میکنم صدای من رو نداره، احتمالاً گوشی موبایلش رو با فاصله قرار داده. خب این خبر خوبی میتونه برای ما باشه. توی صحنه مهدی کربلایی با دروازه‌بان خودشون برخورد کرد و اصلا نقش زمین شد و یه جای حالو خیلی بده. ما مثل بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده. در شماره 33 بابا گلی بود که به اون صحنه نقش زمین شد و احساس مشروعیت. داماشی‌ها به سمت راست میرن برای آرمان لطفی خدا. بلال میرزاعلی صاحب توپ دوباره رو به عقب با لطفی خدا. میرزاعلی بلند برای استفاده میرجوان اعلام خطا میشه. خطایی که پژمان نژاد برای داماشه باید بزنه. آرمین انبساطی و نجات پشت توپ قرار گرفتن. باید ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنن داماشه ها. ارسال بلند رو انجام میده. ضربه سر رو محمد رستمی زد و کنار دروازه تیم نفت گاز گرسان به بیرون رفت.
کوتاه برای سیمانپور به سمت راست برای میرزا علی. رستمی انبساطی توپ را دست میده، موقعیت خطرناک برای بازیکن تیم نفتگاز و گشتاران میان های میدان میرن که بازیسازی رو انجام بدن. میرجوان دفت توپ از مدافع تیم نفتگاز، نجات اومده با ضربه سر توپ رو به بیرون زد و پرت بود به سوی نفتگاز گشتاران شکل گرفت. یوسفی رو به عقب با رستمی، خود محمد رستمی صاحب توپ، سپر سیمانپور رو صاحب توپ کرده. اعلام خطا میشه توپ میانی میدان برای داموشها. چند دقیقه است که داموشها از گلی که دریافت کردن توپ جلو دارن بازی بکنن. پاس بلند رو برای یوسفی میده، اعلام اوت میشه. دفعه دار مدافعین تیم نفتگاز گشتاران پرتاب رو سریع انجام میدن داموشگاه. رستمی بایده از سرزاده بود بازی رو آغاز. اعلام اوت میشه به داموشی ها. در دقیقه 60 بازی حساب کار همچنان 1-1. گل هایی که روی نقطه پنالتی بر دو تیم به دست اومد و تا بلند رو انجام میده نجات. نجات پروانه لطف خدا صاحبش بلند بر استفاده میرجوان. میرزا علی توپ را دست میده، کورنر برای تیم نفتگاز گشتاران به دست اومده. در دقیقه 68 کوتاه کار می‌کند. سود بازیکن تیم نفتگاز و خود با مدافع تیم داماش بلوکه میشه. نبیزاده یکودو رو انجام میده در بیشتر مدافع تیم داماش. یوسفی صاحب توپ، محمد رستمی، سپر سیمانپور اشتباه توپ باز هم صورت میگیره. پرتاب این بار به سوی داماشه ها.
میرجوان توپ رو انجام میده خود حماد میرجوان، همچنان صاحب شکیب سید بابا گلی. شیخ سمت راست دفعی تو از مدافع تیم داماش میکنه، ارسال میشه خطرناک. سعید ابراهیم پور دفع توپ باقری، ارسال بلند به تیر 2 دروازه بیرون میکشه سعید ابراهیم پور. موقعیت خطرناک دیگری که برای بازیکن افریقا دست رفت. کورنر دیگری که باید از سمت راست دروازه تیم داماش ارسال بشه. محمد جان نمیم صدای من رو داری یا نه؟ اگر در مورد وضعیت بازی بگی و کمتر سکوت کنی ممنون میشم. علی جان دروازه‌بان تیم داماش سعید ابراهیم پور مصدوم شده بود، رو زمین افتاده بود. بازی چند دقیقه باز هم توقف پیدا کرد. کورنر باید از اون سمت زده بشه. اونا انگار از مساوی هم انگار راضی نیستن، کماکان دارن حمله میکنن. اون سمت هم گشتارانی‌ها دارن یه سره حمله میکنن. کوتاه کار میکنه، نباید بزنه ارسال رو انجام بده. ارسال بلند در بستر نجات پشت محوطه جریمه. یه بار دیگه یک بار دیگه در بستر مدافعین دامان داخل محوطه جریمه. یا خود از روی خط دروازه بیرون میارن داماشی ها. متاسفانه بازم صدای محمد آبکار از استادیوم از دست دادیم. من مجدد باش تماس بگیرم تا با گزارش محمد آبکار در خدمت شما باشیم. علی جان، محمد جان صداتو میشنویم. الو، میشنویم صداتو محمد جان. الو، محمد آبکار عزیز صداتو رو میشنویم. ما بازی گوشه زمین جریان اومد. یه لحظه داماشه میرفتن که گل رو دریافت کنن. روی خط دروازه نجات توپ رو بیرون کشید. دو سه صحنه پشت سر هم سعید ابراهیم پور بعد بازی رو به جریان در بیاره. بلند به زمین تیم نفت و گاز گشتارا در بستر رو میرجوان میزنه. دفعتون توسط مدافعین انجام میشه. ایمانپور ارسال بلند رو انجام میده و تو یک تیکه به بیرون میره.
کارت درد رو خلاصه وحید اسقرزاده میگیره. اینقدر رفت طرف کرد که آقای رحیم مقدم درد میده به او. بلند و یک چیگی به زمین تیم داماد. ضربه سر از یامک علیزاده. پرتاب بود بسازه بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. موقعیت خطرناک سمت راست میارن. یامک علیزاده صاحب تو کسی دمله میره که شکل بگیره. اعلام خطای هند میشه میانه های میدان مثل بازیکن تیم نفتگاز گشتاران. نویزاده از نفتگاز گشتاران سمت راست میاد. امین رضایی بازی رو تغییر میده. میلاد باقری. محمد جان صدای من رو داری؟ بله. این رو به مخاطبا و شما که تو استادیوم هستید بگم که شهر راست هم گل مساوی رو به دریای بابل زده. اینجا هوادارا یه مقدار دارن دنبال میکنن ولی مهم حالا نتیجه بازی خوب. واقعا آره ممنون. لطفه خدا کوتاه کار میکنه با سفر سیمان پور. اعلام خطا میشه برای بازی رو تندوزید آغاز میکنن. این سم داره در حمله شکل میگیره. موقعیت خطرناک برای بازیکن نیم نفتگاز. آرمین امرساتی اگر اشتباه نکنیم 85 دقیقه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. رضا نویزاده همچنان صاحب تو رو به عقب.
آرمان لطف خدا صاحب توپ، سیامک علیزاده به سمت راست میبره برای خیری، یک و دو رو انجام میده. خود خیری پاس توی عمق برای یوسفی، ارسال بلند، یک ضربه قیچی برگردون هست به سیمانپور که به راحتی جمع میکنه به اصغرزاده. باقری رستمی حسین خیری را دست میده ضد حمله برای بازیکن تیم نفت گاز گشتاران. محمد جان آیا وقت اضافه اعلام شدن؟ علیزاده صاحب تو به سمت راست برای حسین خیری، خود خیری صاحب تو به سمت چپ برای سعید دلاور، یه پاس بلند برای استفاده بلال میرزاعلی، به زیر توپ میزنه میلاد باقری، پشت محوطه جریمه آرمین امیرسادی به ضربه سخت توپ رو می‌خواست به میرزاعلی برسونه. موفق مدافع راست تیم نفتگاز گشتاران و میلاد باقری به زیر توپ. درد رو دریافت داره محمد رستمی، تحمل مدافع داماش. ما یه سری هم به نتایج همزمان بزنیم. تو میدان بیشتر از دست بازیکن تیم نفتگاز گشتارانه. مدافع چپ محسن فقط ارسال رو انجام بده. تاجی یک و دو رو انجام میده، خطرناک پشت محوطه میلاد باقری شوت بی هدف رو میزنه و با اختلاف زیادی بیرون. گریای بابل در نتایج همزمان تساوی نتیجهش. شاهین بندر آمری هم عقب 1%. اماد نوجوان 8 دقیقه وقت اضافه اعلام میشه. 8 دقیقه حیاتی برای داماشی ها. یوسفی صاحب حسین خیری رو صاحب توپ میکنه. خود امسادی ارسال بلند، نوجوان میرفت که در رو بزنه. وحید عسکری به زیر توپ اعلام خطا میشه برای داموشی ها. لطف خدا به سمت راست میبره.
محمد رستمی رو به عقب با آرمان لطف خدا در عرض کار میکنه با سپر سیمانپور. زیاد باقری صاحب توپ ملال میرزا علی میمونم توپ به پای اون میمونم توپ به متاسفانه بازم قطع شد صدامون. محمد هم طبیعتا مثل خودمون استرس داره، فکر میکنم دستش میخوره و صدا قطع میشه. الان دوباره محمد رو میگیریم. بازی شهر راز با در بابل هم به پایان رسیده. حالا نمیدونم چرا محمد گوشیش اشغال شدن، سعی میکنم به هر حال بگیرمش و این چند دقیقه پایان بازی هم بتونیم صداش رو بشنویم. قطعا اونم استرس داره و طبیعی هم هست. محمد تیم نفتگاز گیسالان اخراج میشه دلیل وقت کشی. کیشون دروازه‌بانشون به حاشیه میره. حالا کادر فنی تیم نفتگاز. محمد جان من صداتو خوب نشیدم. کدوم بازیکنشون اخراج میشه؟ محمد جان من صداتو درست نشیدم. کدوم بازیکنشون اخراج میشه؟ دروازه‌بان تیم نفتگاز. آها چه جالب چه جالب. این که وقت رو تلف میکنه 10 نفره میشه تیم نفتگاز. حالا داماشا 7 دقیقه فرصت دارن تا از این 7 دقیقه استفاده کنن. داماش گل بزن داماش. اگر من سکوت میکنم میخوام شما خودتون جب به استادیوم میدونم متوجهم. اینم بگم که بازی همزمان دیگه همشون تموم شدن. حالا چیزی که تو سایت ها زدن اینطوریه. حالا نمیدونم واقعا تموم شدن یا نه، فقط این بازی ما مونده انگار. همچنان وحید اسدزاده از بازی بیرون نرفته و باید ببینیم که از زمین بازی بیرون میره. تعویض باید انجام بشه. بازی خیلی حساس شده برای ما. 7 دقیقه‌ای که باقی مونده و این 7 دقیقه رو باید تماشاگرها سرتاپا حمله باشن. همینجا خودت خدای هواداران داری که
تقریبا 9000 هوادار اومده و همه دارن بازی رو اداره میکنن. بالاخره تعویض انجام میشه و شما 11 رو بیرون میکشه. جلیل پناهی مهاجم میکنه، دروازه‌بان رو بازی میکنه. ضربه رو میزنه دروازه‌بان تیم تفتگاه گشتاران. پسام رو باید بلال میرزاعلی انجام بده. کوتاه کار میکنه با سیامکی علیزاده، در عرض با لطف خدا، شمترات برای خیری، بلند برای استفاده میرجوان، ضربه طرف سعید دل‌آباد، میرجوان و سنگربانی که اشتباه رو انجام میده. یوسفی اعلام پنالتی میشه. من چیزی که از محمد شنیدم گفت اعلام پنالتی میشه، فکر کنم نتونست خودش رو کنترل کنه، صداش قطع شد. واقعا نمیدونه اونجا چه اتفاقی توی استادیوم داره میفته، انگار پنالتی شد. و محمد آبکاری که نمیتونه خودش رو کنترل کنه. امیدوارم که بتونه تلفن رو جواب بده. اصلا نفهمیدیم چی شد. چیزی که به نظر میمد اینه که پنالتی برای داماش. محمد جواب بده. محمد آبکاری چه وقت قطع کردن تلفنه؟ بیچاره صداش هم خوب در نمیومد. فکر کنم حالا امیدوارم اتفاق بدی برای محمد نیفتاده باشه. آره بیچاره صداش خیلی تغییر کرده بود. هرچی هم داریم تماس میگیریم جواب نمیده. امیدواریم که برای محمد آبکار به هر حال تو این وضعیت اتفاقی نیفتاده باشه. چقدر عجیب و غریب شده این بازی. وای چقدر عجیبه این بازی. محمد جواب بده. و دومین اخراج برای نفت و گاز گشتاران به خاطر همین پنالتی. دومین اخراج. حالا خبر رو دوستان در کانال وارش اسپورت دارن کار میکنن. من خبرهای بازی از کانال تلگرامی وارش اسپورت دارم براتون میخونم. انگار به خاطر همین پنالتی اونا دومین اخراجی رو هم دادن. باید ببینیم که کی میره پشت توپ، سیامک علیزاده یا اگر حسین ابراهیمی توی بازی باشه حسین ابراهیمی. ببینیم کدومشون میزنن. من متوجه نشدم، تعویضا رو خاطرم نیست که حسین ابراهیمی تو بازی هست یا نه. محمد عارف فکر کنم غش کرد، این صداش زیاد طبیعی نبود این اواخر مکالمه. امیدواریم که به هر حال خود محمد وضعیتش خوب باشه. حالا اگه محمد نشد من سعی می‌کنم یکی دیگه از بچه‌های تو استودیو بگیرم، به هر حال بازی رو بتونیم براتون گزارش کنیم حداقل دقایق پایانیش رو. محمد جواب بده چی شده اونجا. وای وای وای. ببینم سید علی هاشمی من میتونم براتون بگیرم. امیدوارم سید وضعیت عجیب و غریبی شده. حالا دوستان همکارم اگر توی کانال بخوان اشاره کنن یا تو گروه بنویسن که چه اتفاقی داره میفته توی استادیوم خیلی ممنون میشم. و گل دوم برای داماش همین الان به ثمر میرسه. گل دوم از روی نقطه پنالتی. علی جان اگه صدای منو میشنوی، ما صدای محمد آبکار از دست دادیم. چه اتفاقی افتاد توی استادیوم دقایق آخر؟ فعلا پنالتی اماد میرزبان پشت ضربه است. فعلا نزده هنوز. نزده. چه اینجا همکارمون اعلام کردم چرا گل شد. نه هنوز ضربه زده نشده. غیر از اینکه ما نه. خب برام گزارش کن چند دقیقه آخر رو علی جان. والا ما اینجا الان
من زنده، از ما زنده تر دیگه کسی نیست. گزارش کن، چند دقیقه آخر رو برامون گزارش کن. باشه. چی شد؟ اونا یه اخراج دیگه هم دادن؟ باشه ضربه پنالتی داور هنوز تو سوت خودش نمیده. حالا سوت داور بازی دورخیز عماد میرجوان بیرون. یا خدا یا خدا، زد بیرون. عماد میرجوان پنالتی رو هدر میده. گل نشد علی. ما اینجا در شوک فرو رفتیم. اونا الان 9 نفره هستن. بله 9 نفره. ما هم پنالتی خراب کردیم. این 3-4 دقیقه رو علی جان برام گزارش کن. برای دارن شنوندا میشنون صدات رو. ولی هنوز 10 دقیقه وقت فعلا. 10 دقیقه فکر نمی‌کنم باشه، چون 8 دقیقه وقت اضافه اعلام شده بود. 2-3 دقیقه‌ش هم رفته بود. نمیدونم. حالا صدا تو هر حال میشنویم. علی جان تو از جو استادیوم بگو، جو الان چطوره؟ با توجه به اینکه حالا گلرشون اخراج شد، بعدش هم که بازیکن مدافعشون اخراج شد، کلا وضعیت آشفتهشون از نیمه اول کنار زمین داشته، هنوزم دارن مداور کلنجار میرن. وحشتناک نیمکت شلوغ و پرتنش و پرحاشیه‌ای دارن، برخلاف اینکه نیمکت ما کاملا آروم بوده از اول بازی. حتی تو ابتدای بازی همون رو داشتن با همین وضعیت ادامه میدادن. اما خب هر طوری است فعلا ما پنالتی مهمی از دست دادیم و تیم حریف هم 9 نفر است. با ببینیم که علی جان اونجایی که هستی محمد آبکار رو می‌بینی، چون صداش یهو قطع شد، نگران شدیم سکته چیزی نکرده باشه. نه محمد من نمیبینم، اصلا محمد پایین بود. الان یه نیم ساعتیه تو اصلا محمد ندیدم. آره داشت برام گزارش می‌کرد، یهو یه صدای عجیب و غریبی اومد، تماسش قطع شد. نمیدونم واقعا. من محمد آبکارم نمیدونم از کجا داشت گزارش میکرد. بر ترتیب فعلا بازی هنوز با الان با سوت داور داره شروع میشه. دروازه‌شون از کنار دروازه با کلی مکس بالاخره تو میزنه. کلا هم شده مجدد خوبی نداره. گل شماره 23 گل دوم تیم گچساران. در حال داماش الان باید ببینیم تیم 9 نفره نفتگاز رو میتونه شکست بده یا نه. سیامک علیزاده ارسال بلند و به کنارهای محمدی جریمه ضربه سر اولو سعید دلاور میزنه. عماد میرجوان داخل محمدی جریمه اسکوپ عماد پاس سعید دلاور ضربه سر و مدافعین حریف میزنن. امیرحسین یوسفی یه بار دیگه سعید دلاور تاثیر. امیرحسین یوسفی در موقعیت آفساید به توپ نرسیده، سالمه، رفت بیرون. کورنر به سوی داماش گرفته میشه. در آخرین دقایق اوقات تلف شده بازی داماش صاحب یک ضربه کورنر. حسین خیری هم رفته کورنر رو بزنه. نفتگاز گچساران 9 نفره کورنر داخل محوطه. اصلا کورنر خوبی نبود، تو برمیگرده پشت محوطه. سپه چه پروازی کرد، هد اولو زد. دوباره حسین خیری، این بار با پای چپ. خوبه سعید دلاور ضربه سر او دیندار نبود و رو خط دروازه توسط دروازه‌بان حریف جمع. بازی هم گلرشو کوتاه آغاز میکنن. حالا زیر توپ میزنه، یارو شماره 8 میرسه به سیامک علیزاده. تاثیر نسبی نیمه سیامک هر طوری هست تماشاگر توپو جمع میکنن. دوباره میایم به فاز حمله. حسین خیری در سمت راست، هنوز وارد زمین حریف نشدیم. حسین حالا بلند میفرسته، تمامی توپا میاد به جایی که عماد میرجوان و سعید دلاور هستن. رستمی با سر کاش برای امیرحسین یوسفی پشت به دروازه است. یه ضربه از باز هم دروازه‌بان واکنش نشون میده. چه دقایقی داریم توپا رو از دست میدیم. بازم کورنر، گلرشون هم افتاده رو زمین. کورنر به سوی داماش. آرمین امساتی میاد کورنر بزنه و گلرشون هم به دروازه است. جایی داریم گزارش میکنیم که آرمین امساتی اومده ضربه کورنر رو بزنه. گلرشون هم کاملا میخواد اوقات بازی رو تلف کنه بیشتر از این. علی جان اینا در کل چقدر چرک بازی میکنن. عجیب اینه که اصلا تیمشون نه برای موندن داره میجنگه نه برای صعود. ولی از اول بازی تب و تابی که داشتن خیلی بیشتر از ما بود. و حالا کورنر کوتاه زده میشه. امیرحسین یوسفی چه جایی توپو لو میده. دریبل طرفی که نذاشت سپر سیمانپور بزنه. حالا سپر دوباره تک سالم خود سپر. هر طوری از تو دوباره نامیده سپر سیمانپور. نماش سه دبله رو میخورد، هر جوری از حفظ کرد اما دوباره توپ لو رفت. تیم 9 نفره نفتگاز میاد بالا، میخوان یه خطا بگیرن، تایم بازی رو بیشتر از این بگیرن. تو زمین داماش ارسال میاد به کنارهای مهاجم. بلال هم واقعا دیگه جون نداره بره برای پرتاب.
خستگی کاملا مشهوده بین بازیکن داماش. دوباره بلند میزنه آرمان لطف خدا. سعید دلاور خوب نیست، نرسید به سعید. انبساطی با سر سعید دلاور باز هم ضربه سر رو یار شماره 55 میزنه و حالا میرسونه به گلر و دیگه باید میدونم وقتی میشه. داماش که همه کار کرد الا زدن گل دوم. این هم ضربه دوباره باز کنم تیم داماش. حسین خیری باز هم از سمت راست بکنم آخرین وقت تیم داماشه. سعید دلاور میکاره برای بلال داخل محوطه. سپر خود سپر سیمانپور دوباره برای بلال میاد رو پای راستش. ارسال داخل محوطه کریمه. این ضربه رویچی کاتدار بازی یکی تو گل بزنه تو گل. باز هم تو گل نمیشه. چون بازی نفت امیدی هست انگار. یه بار دیگه به مار اماد میرجوان. اما شنگال قصد گل زدن نداره. چه قوقایی کنار زن. هیچ توپی انگار قرار نیست تیم دو از خط دروازه نفت گاز رد بشه. انگار قرار نیست داماشی ها توپ رو رد کنه. سه تا بازیکن رو خط دروازه، یه بازیکن که اشاره کرده و توپ تو گل بود. سایه زنی میکنن همه بازیکن‌های داماش. کنم داورم گلرم هیچ جوره راضی نمیشه بزنه. یه گلرشون رفته. بله داورم نه یه لحظه سوتو برد رو دواش که بزنه سوتو. حالا دوباره حسین خیری بلند این بارم میاد به جایی که سعید دلاور از سر به سر. عماد میرزبان داخل محوطه. عماد میرزبان چرا گل نمیزنی عماد؟ آخرین امیدهای دماش برای بقا تو لیگ یک و یکی داره پرپر میکنه عماد میرزبان. آرمان لطف خدا چیکار میکنه؟ اینقدر تاثیر نذاشتی. آنک علیزاده بود البته. سعید ابراهیم پور از کنار دروازه شروع کرد. باز هم رسید به حسین خیری. داماش باید بیاد تو فاز حمله. حسین خیری تیم 9 نفره نفتگاز داره مساوی میگیره. ارسال داخل محوطه شده. محمد رستمی برسید نه. در به سر زد نرسید و باز کن داماش. دوباره تو برمیگرده. داماش هم کمجونن. بدبختیش اینجاست که تیم 11 نفره ما جلوی تیم 9 نفره کمجون‌تر داره بازی میکنه. اینم پاس سیامک. یه لحظه سپر تعلل کرد نرسید به بلال. خود سپر بین راه توپو گرفت. میچرخه آرمین انبساطی. توپ رسید به رستمی. شانس آوردیم کم تعدادن بازیکن‌های نفتگاز. اگه ما یکی تو بارز دبله می‌خوردیم. حالا بلال میرزا علی. بلال داخل محوطه. آرمین انبساطی باز هم دروازه‌بان میگیره. باز هم دروازه‌بان. یکی به داد داماش برسه. اما شدیداً داره فشار میاره. یکی پس از دیگری. تو پایگاه قرار نیست گل بشه. سمت چپ دروازه کورنر برای داماش هست. ارسال بکنم آرمین مساتیه که ارسال انجام میده داخل محوطه کریمه. سعید دلاور باز هم دروازه‌بان. یا علی مانوئل نویر شده. حالا اینم سوت پایان باز. علی رضا جان من دیگه چیزی نمیتونم بگم. همین یه گزارشم واقعا برام خیلی سخت. ممنون ازت علی جان. سید علی هاشمی بود از استادیوم آزادی رشت که دقایق پایانی بازی رو برامون گزارش کرد. تشکر میکنیم ازش. فرصت سوزی که رخ داد. تیم 9 نفره نفت و گاز گشتساران رو نتونستیم ببریم و نتونستیم از ناحیه قرمز جدول خارج بشیم و احتمالاً در 2 هفته باقی مونده هم کار برامون سخت میشه با توجه به این قضیه که توی این بازی ما میزبان بودیم و رقبامون میهمان. توی بازی‌های بعدی دوباره مثل روال سابق میشه و فرصتی که به هر حال از دست رفت
فرصتی که از دست رفت و واقعا نمیدونم دیگه چی میتونم بگم. کامنت های شما هم دارم میخونم، هم توی گروه داماشیا هم توی لایو یوتیوب. این بازی هر چیزی داشت دیگه به غیر از پیروزی برای ما. پنالتی هم که خودمون نزدیم، از دست دادیم. عماد میرجوانی که نتونست پنالتیش رو گل کنه و این فرصت که از دست رفت. داماش 1، نفت و گاز گشتساران هم 1. افسوس افسوس افسوس. امیدواریم که برای محمد آبکار هم اتفاق بدی نیفتاده باشه و حدود 9000 نفری که توی استادیوم هستن و هزاران نفری که از خونه هاشون از سر کار بازی رو دنبال میکردن، امیدواریم که علیرغم این نتیجه بدی که به دست اومد حال بچه ها خوب باشه. منظورم حال روحیشون نیست، منظورم دقیقاً حال فیزیکیشونه. امیدوارم که این نتیجه به هر حال منجر به اتفاقات بد برای هوادارامون نشه. بهترین فرصت رو داشتیم که از منطقه قرمز فرار کنیم و خودمون با دستای خودمون این موقعیت رو از دست دادیم. حیف 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 حیف. آدم واقعا نمیدونه که چی باید بگه. منم این لایو رو میبندم. واقعا خودم هم وضعیت درستی ندارم. جدول آپدیت شده رو حتما توی سایت و شبکه‌های اجتماعی وارش اسپورت قرار میدیم. امیدواریم که به هر حال توی 2 هفته آینده معجزه رخ بده، ورق برگرده و ما بتونیم در لیگ 1 باقی بمونیم. خداحافظ شما.